چیزها و صدها خربزه مثلا در ورزاب اونو چیزهایی که ساختمانایی کشیدن برای دچهای پرزیدنتی و چیزها، همه اینا در ساختمانای همین علی مردانوف مستقیما دست داشت. این یگان جای پنهانیش نیست. از پول بودجه، از پول دولت یا که از پول همو هر دونورها و چیزهایی که می اومدن همین کارا کرده بود. حالت به این روزی رسید که امروز باید خودش جواب بده در پول اگرانی بانک و تاج پروم بانک دیگر چیزا اینو باید جواب بده. هر وزیر، دلخواه وزیر و جانی وزیر و یکی همین مثلا رئیس ناحیه، فرزنداشون جیاناشون حتما میلیسا را میزنن، حتما شدگی است، زیاد سطح شدگی است. از همون سالی که رحمان به سر قدرت آمد آیسته آیسته ایمپریا خودش ساخت و کسایی را ساخت مطابق همین فرمان خودش کار میکنه، پولا را میدزه او میکنه برای دست همین خانواده میتیه و کمی به خودش هم میبره. به همین خاطر است که یگان دزد به جوابگاری سخت کشیده نمیشود، فقط اون دزدی سخت به جوابگاری کشیده میشود که اون در مقابل خانواده رحمان با دزدی میکنه، یعنی پنهانی از خانواده رحمانوف. уже айбовари халқ бурмадагия чале ки радио озодӣ биромад халқа пурсид ки шумо мехоҳед ки сум дар банк монед, мега не, ягон кас намега ки мо ҳо мехоҳем ки дар банки ягон банки сум барои сум. باری دیگر سلام و پیام ما رو به همه دوستان برسونید. انا در موضوعی که جوای کشیلوک علی مردانوف بوجه گپ هم زیاد است، نظرهای برادرام شنویدیم، خیلی نزدیک است، خیلی گپای خوبم گفتن. من هم یک چیز برای شما یک کمی روشنی میاندازم از زبان خیلی از دوستام، اینم شنیده هستیم و خودمون بعضی کاراش شاهدم بودیم. تا جایی که معلوم است و این کار شده گذشتگی است، الیت بالایی یعنی که حکومت علی مردانوف چشمشون در دزدی کشاد. اگر همین تا بگیم دزدی کلان باید علی مردانوف باشه، همین رقم زنیم. چرا که بانک در دستش بود، پول در دستش بود. این توانست که همین پول برای حکومت آبولای کردن و از بین، یعنی که گرفتن پول برای حکومت نشان بود. همین راه اول این کار برای بالای حکومت کرد، برای فرزندای اونو کرد. امروز بعد این کار دیگه عامی شد و هم فرزندا و نبیره هاشون هم تو کار هستن. این کار دیگه عامی شد. خودی حکومت از اول میدونست که همه علی مردانوف همین کارا میکنه، خودش میدونست این کارا. چرا که دست داشتن، با هم دست داشتن در همین کار تا به حاضر رفته است. اگه امروز مثلی که یک نادرکار باری شد، جای و یک کس دیگه ایواز کرده است و این خاطر یک صد بهانه میارن که همه کار همی کرده بود، همه دزدی ها بالای همی شده بود. اگر بگیریم در اصل اینا یک کتابی که دو قوه هستن، هر دوش هم یک چیز، این طرفش هم علی مردانوف دزد است، اون طرفش هم دزدن. اگر این علی مردانوف سر قدرت هم بیا، اون طرف میخورد. اگر این طرف سر قدرت هم بماند، با هم علی مردانوف میخورد. خب انا این همین چیزی که بود برای شما گفتم. و او قدر ناز و نوزی که حکومت هم پیدا کرد تا مقام های زیاد هم که رسید. نه بچه ها گفتن برای خربوزه و چیزها و صدها خربوزه مثلا در ورزاب اونو چیزهایی که ساختمانایی کشیدن برای دچه های پرزیدنتی و چیزها، همه این در ساختمانای همین علی مردانوف مستقیما دست داشت. این یگان جای پنهانیش نیست. از پول بودجه، از پول دولت یا که از پول همو هر دونورها و چیزهایی که می اومدن همین کارا کرده بود. حالت به این روزی رسید که امروز باید خودش جواب بده در پول اگرانی بانک و تاج پروم بانک دیگر چیزا اینو باید جواب بده. و یک نفر دیگه نمو گفت که حتی که فرزنداش میلیسا ها را میزدن، یعنی که نماینده های حقوق ها میزدن، لط میکردن. این طبیعی است، در تاجیکستان یک کار معمولی عادی است. هر وزیر، دلخواه وزیر و جانی وزیر و یکی همین مثلا رئیس ناحیه، فرزنداشون جیاناشون حتما میلیسا را میزنن، حتما شدگی است، زیاد سطح شدگی است و اونا بیچاره دیگه ناچار میمونن، پاید میپوین تا زمانی که او وزیر یا عسکر رو بگیرن یا که ترمش کنن، بعد یگان چورازی چون ببینن. در اصل همه کار به سر علی مردانوف هم نمیبید. چرا که علی مردانوف در همین راه دزدی، خودش که دزدی را بلد بود، در همین راه دزدی او را پیش کردن.
امروز میخوان که چون از آب صاف برن علی مردانوف در اینجا یک آدمی منفی منفور نشان بدن. خب واقعا اینقدر صحبت داشتم. دوست عزیز درست شما قید کردید. واقعا همین خیلی از این حکومت دقیقاً میدونه که کی دزی میکنه و کی از کجا به کجا میبره، وگرنه نمیتونید مثلا سر روی فرزندای خودش بگیره. یعنی اینو خودشو با یک دست دادگی با یک دیگر دست میتین. از همون سالی که رحمان به سر قدرت اومد آیسته آیسته ایمپریای خودش ساخت و کسایی را ساخت مطابق همین فرمان خودش کار میکنه، پلو را میدزه او میکنه برای دست همین خانواده میتیه و کمی به خودش میبره. به همین خاطر است که یگان دزد به جوابگاری سخت کشیده نمیشود، فقط اون دزدی سخت به جوابگاری کشیده میشود که اون در مقابل خانواده رحمان با دزدی میکنه، یعنی پنهانی از خانواده رحمانوف. بعد یه جایی میبره به خودش کار میکنه او جواب هر دزدی که اشکار دزدید به خونه یا پرش به خونه رحمانوف داد، او دوست همیشه دویمو در سر قدرت بخی میمونه. برادر شادی نیدوی بفرمایید دوست عزیز. برادر ما مرخص میشیم برای خدا نگهدار دوست عزیز. خدا نگهدار. سلام علیکم. بله برادر، نگاه کنید از گپ در سری ای وزیر میروه او وزیر میروه. علی مردانوف کی بود؟ علی مردانوف یک کوکله بود، یک کوکله بود که گرفتن استفادهش کردن. خوزی میشه که ما او را ثبت می‌کنیم یا که گناه در سری وای میزنن یا که در سری برادرش میزنن. علی مردانوف همو میگن که یک مثال میگن رسولی میگن که چند بیمار میتی یک مقدار خودت بگی همو تشیدگی ده این کم در خودش میگیره دزدی میکنه به او دیگر را میگه. من یک چی عجیبی شده که ما بانک ملی داریم، ناتسبانک، ناسیونالنی بانک که همه بانک‌های تاجیکستان تحت نظارت یک بانکی دولتی هستند. او بانک دولتی وظیفه‌اش چیه؟ هر ماه کمیسیه داره، هر ماه نظارت میکنه که کی در جا چند قسم مصرف کرده، کی چند قسم زیان دیدگیه، کدام بانک چقدر فایده دیدگیه. یا کار کردگیان که یک خونه را میگیرن نرخ عمومش $10,000 است، نه خونه را میگیرن در $5,000 بگذار، در بانک میسپارنش با مقدار $50,000. داشت در سر آدم جون نمیگیره. این مونوپولیا که ساختگی بدن، این مونوپولیا برای فقط یک اویله کار کردگی ای در این شکلی نیست. نگاه کنید حاضی برآمدن برای اویاتسا، برای اویاتسا برآمدن که هست اولی که ما را بلیتی ما را ندادن، مردم خیستن جمع شدن. نگاه کنید آدمایی که خواستن که ببروین صداشون بلند کنن زیاده نمیدونم 200-300 نفر بودن. یک سمالیات خودش قریب که 200 نفر میبره، آدم سمالیاتی هست که 300 نفر میبره. نیکی اصلانیش نخواستن که ببروین، نشی جبردیدش به نهایت زیاد است. یا چیکار میکنن؟ فن میکنن ای روز تا ای روز، ای روز تا ای روز. همون مسئله روی حالی که باید یک اگینست وقتی که میگیره بلیت سودا میکنه میخره، دولت نمیتونه که نه توش نمیتونه، یعنی نمیخوان برای که خود شده ایست دزدی دست دارن، نمیخوان که روسیت تاجیکستان بگیره تغییر بده، یک نفر مثلا یک کمیسیه تشکیل کنه برابر چیکار کنن مردم بگیرن و نخوای و همون بلیت شو بتین یا کی بلیت بگیرن با استار سرچ کنن. این کارا رو نمیکنن. حالی روی حالش چی شد حالا نمیدونم. او مردمی که حساب دان سر صدا بلند کردن چی گپ شد آوردن شو با پل شو مگه برگردوندن چی گپ شد حالی تو حالی معلوم است. به هر حال که ما صد نی اگر با تو بخوریم بگیم میون در سر یه اوله قرار میگیریم. از این نگاه کنید چی حال است. یک حال خلق بینه که بیشتر کدام دروازه دولتی که میزنن در او دروازه کروپسی است، در او دروازه فقط مشکلی است. مشکلی چیه؟ مشکلی که کار حل نمیشه، روی حلش نیست. روی حلش فقط ایبولا خیلیشون میگن. او از بالا این لوی است. بله 100%. اینو نگاه کنید در همون استراخوفکویی که بانک ها میکنن، همین یک از نقطه های مهمیش است که هر یک بانک استراخوفکا داره. چرا مثلا همین بانک ها یا اینکه اون نظارت هایی که میکنه وقتی که میبینی یک بانک مفلس میشه سری راهشو باید در اون قدم اول بگی
در قدم اول سر رو شکی نگرفتی این بزرگتر میشود و مردم مثلا دچار مشکل بعد میخورن. اونم یک مدت را نگاه کردیم زیاده از 5 سال میشود در بدر اداره‌های بانک تاشبرون بانک میگرده ولی کسی به داد اون نمیرسه. به هزارها اداره‌ها مراجعت میکنن پول رو نمیتونن. ولی اشخاصی که گفتن که نمی پول مونمو بخشیده مثلا $10,000 در بانک امانت گذاشته $5,000 شما میبخشی بعد $5,000 دیگه شما میتونن. این به این طریق مردم اچور کنه اگر نه کاری همین حکومت خودش از خودش همین حکومت هم کار میکنه نمی پول مردم فریب میکنه میگیره. یعنی آب کردن پول ها دا چه خیلی پول مردم ما باید بگیریم. دید که یک قشر جامعه قد پول داره در بانک گذاشته اونم قشر جامعه رو باید نمی پولش نوشپا بگیره ده. عذاب میشم یا ریزا میشه که نمی پول ببخشین نمیشه بگیرم و یا همش 20% شب تیم خلاص. این همین پول مردم فریب میکنه. مردم باید احتیاط شوند. این چیزایی که رسانوی هستن برادر عزیز این تنها 20% شاید 10% باشه. مشکلی های تاجیکستان هستن. مشکلی در سر همه ساختار هست. مشکلی های کروپسیون هستن که در یگان سر آدم جو نمیگیرن. ما نگاه که یگان همه می کمپانی های اول قدرت یعنی بانک برای مثال اگنست های اویاتسیا یا همش خیلی گفتی استراخوفکا دونن. برای مثال بانکی که تاشبرون بانک تاجیکستان باید استراخوفکا داشته باشه. استراخوفکا چیه؟ برای مثال دولتی نصبانک نکنه میتونه که استراخوفکا کنه چه یگان شرکتی خارجی که استراخوفکا را به کلا بگیره. او استراخوفکا که گرفت اون نظارتش میکنه که برای یگان حالات انا میدونن که او استراخوفکا بیواره فایده نداره برای که خودشو دزدی میکنن و استراخوفکا نمیکنن همه بلا در سر خلقه. وقتی که همی ماشین میخری در ماشین چخیلی تاجیکستان میگن سغرته دارن خشو سغرته مینن انا ما آدمی که میره وقتی در بانک سوما میسپاره باید همه ریسکی سغرته را باید کی بگیره بانک بگیره بانک داخلش بانک کدام بانک بگیره ناسیونال بانک باید بگیره نشید بانک ناسیونال ما تماما کار کردگی نیست در باره یعنی که بیوجت دولت دیده شد انا بارزیدی با فایده دولت کار نکردن یگان بانک با اومده است که حوزه خلق به سو موندگی ای در تجربات میگه که انا باوری برای باوری بانک ها مقصد که ما ترافیک نیچکو میکنیم خلق اما آدمایی که چی میکنن سر صدا میکنن ما کمتر مقصد که ما همین گپا بگیم که ما را خلق باور کنه خودش بگیم یکی اوجا ای باوری خلق برمدگی چخیلی که رادیو آزادی برآمد خلق پرسید که شما میخواهی که سوم در بانک مونه میگه نه یگان کس نمیگه که ما ها میخواهیم که در بانک یگان بانک تاجیکستان برای سومونیم از این سبب همه دزدیه همه طرف دزدی است ساختار دولت تاجیکستان به نهایت پست است روز به روز پس شده است آینده به برای ما چی گپ بشه و چیکار میکنیم ولی راستی گپ مشکلی گفتن